هرچند سال نو به اصطلاح معمول در میکوبد در مرکز شهر دوشنبه تا حال رمز این عید ارچه را نگذاشتند. شهرداری پایتخت تاجیکستان اخیراً هم تصمیم گرفت که از 27 دکبر تا 1 ینور سال نو 2014 فقط با برنامه‌های فرهنگی و فراغتی تجلیل کرده شود. شهرداری به خاطر جلوگیری از سوختار با پخته زیب دادن ارچه را هم منع کرده است. امسال بابای برفی و برفک را به برنامه‌های ادانه تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان هم دعوت نکردند و در این برنامه‌ها از ارچه هم درک نخواهد بود، در حالی که بازار فروش ارچه سال نو در دوشنبه خیلی گرم است و بر اثر توجه زیاد مردم قیمت ارچه بالا هم رفته است. بینندگان و شنوندگان ارجمند سلام. موضوع صحبت امروزه ما بحث جشن گرفتن یا نگرفتن سال نو میلادی در تاجیکستان است. میزبان صحبت چشمانداز آزادی من سید قاسمی قیامپور هستم و برای گفتگو و ابراز اندیشه ما روزنامه‌نگار آزاد محیب‌الله قربان و تحلیلگر مسائل اجتماعی رئیس مرکز سوسیولوژی زیرکلا قهرمان بقازاده را به استودیوی آزادی در شهر دوشنبه دعوت کردیم. مهمانان عزیز به برنامه آزادی خوش آمدید. محیب‌الله، از نگاه شما سبب این گونه برخورد با جشن سال نو میلادی در چیست؟ چرا مقامات سطحی تجلیل این عید را پایان بردند؟ عامل اساسی آن است که مردم ما 99 از 10 چند صد مردم مسلمان هستند. یکی از این عامل همین است که یعنی البته این تاثیر خود را به قرار حکومت جمهوری میگذارد. اما شناندن ارچه یا نشناندن اون این یکون عامل نیست، یکون چیزی رو اشاره نمی‌کنه. زیرا مثلا سال گذشته در سال نو در شهر دبی یکی از ارچه‌های قیمت‌ترین گذاشته شده بود، لیکن من گمان می‌کنم اون ارچه تجارتی است برای جلب بگیم مسیحیان یا جلب مردم دنیا بین است. این ایده میلیاردها آدمان است، ایده سال نو میلادی. بنابراین این رو من کرده نمی‌شود و در جمهوری که ما همچون که میراثخوار دوره شوروی هستیم، هنوز مردم زیادی هستند که از این عید دنبال میکنند، از این پیروی میکنند، آن را جشن میکنند، صدا و رقص میکنند و بگذار این چیز باشد. قهرمان، چون شما بیشتر با افکار مردم سر و کار دارید، بگویید که کم شدن توجه به عید سال نو در جامعه تاجیکستان تا کجا مشاهده می شود؟ این البته به چشم می رسد که خودی قیدکنی سال نو از طرف اهالی ممکن ناقدر با یک رسم و قاعده هایی که در دور شوروی بود، در دور سوویتی بود، با اون حشمت گذرانده نمی شود. از آن جمله هم گاه سر و صدای شنیده می شوند که این عید را عموما قید کردن لازم نیست برای ما و چون که ما مردم مسلمان هستیم و این عید خریستیانی می باشد. یکی از سبب‌هاش همین هم بوده میتواند به فکر ما. خب همکاران ما در شهر دوشنبه در این موضوع یک صحبت سری راهی انجام دادند و از ساکنان و مهمانان پایتخت نظرشان را درباره عید سال نو میلادی پرسیدند. بیاید همراه این نوار را تماشا کنیم. من معقوله همین شب باشه که اون درون باشه کاروچی، همین هم وقتی باشه سلامت باشه. جنبه مهمش همین که شخصایی که دور از عائله زندگی میکنن به نزد پدر و مادر میروند و محض این سبب میشود که پدر و مادرشون رو گم میکنن و همراه این ایدی طوری که معلوم است که ایدی عائلوی است. راستی ما در خود حکومت تاجیکستان زندگی میکنیم و مملکت تاجیکستان مملکت دموکراتی است و از لحاظ آن همون کفالت هایی که سرقانون داده است، هر انسانی که بخواهد آزاد است بخواهد میگیرد پیشواز، نخواهد نمیگیرد و شخصا من خودم نمیگیرم و اونقدر ذوق هم ندارم و گمان میکنم هرچی که وابستگی به هویت ملی دارد به مانند نوروز، به مانند ایدایی که در نیاگان ما بودن انشاءالله که او را پیشواز میگیریم، اما اون چیزی که گمان میکنم ایمان نیست او را پیشواز نمیگیرم. فرزندان من از این عید بسیار خرسند است. راستی گپ خرسندی فرزندان من برای من یک دولت کلان است و من از دوره شورایی کم که باشد نان خوردم، در یادم هست این جشن و برای من این یک روحیه خوش به من میبخشد. برای همین چه بگم
Называем Отмечаем в кругу друзей, в кругу близких и так далее. А нам безумно нравится этот праздник тем, что мы получаем очень много подарков и тому подобного. Дарим подарки, очень нравится дарить близким и родным, делать сюрпризы. اذیت‌های برق، اذیت‌هایی که مثلا روزای نیک رو خوش می‌گرد این سالا ما موفق. در سامانه رادیوی آزادی رایپرسی غیر رسمی خوانندگان ادامه دارد و سوال این است که جشن سال نو ارچه و بابای برفی برای شما اهمیتی دارد. تا امروز تقریبا 43% گفتند که این جشن ملی ما نیست. 32% گفتند که بله اهمیت دارد. کمی بیشتر از 10% گفتند که آن را قسماً جشن میگیرند. تقریبا 15% در برابر این عید سال نو به تفاوتی ظاهر کردند. و سوال آخر از مهمانان صحبت امروزه، آیا شب سال نو شما دسترخوان عیدانه می‌آورید یا نه و آیا فرزندهایتان از بابای برفی یگان تحفه طلب کردند؟ محیب الله؟ نه، من تخمین 30 سال است که جشن میگیرم سال نو را و بله تخمین 30 سال است که من جشن میگیرم. این ایدی من نیست، لیکن من باز میگم زیدی آنها نیستم بگذار جشن گیرم. قهرمان فکر میکنم که فرزندهای شما البته از بابای برفی خواهش یگان تحفه کردند و شما حتما این عید را جشن میگیرید، نه؟ ما حقیقتا هم جشن میگیریم. این یک عنعنه است که ما هر سال با اهل عائله در خانه یک میز آراسته در همینجا میشینیم و پسرچه 3 ساله من انتظار است یگان تحفه. بله بله. در پایان هم به مهمانان برنامه و هم به شنوندگان و بینندگان با وجود نظرهای مختلفشان به تجلیل این عید تمنا میکنیم که همه مشکل و درد و رنجشان در این سال باقی ماند و همگی در سال نو روز و روزگار خوش و پر از فرح داشته باشند.